وقتی برآمدم از زندان افسوس دیگه مادر جان نیست که بگیرم پیشواز پرتوی پایان داست اچاقم کنه سخت بگه همش میشه ساز ای حیات چی بکردیم وحشی آچه جان یک خواهش دارم که مرا بخشی آچه جان آخران خواهش من که مرا بخشی استحصالاتی جدیدون صد دریغ مادری بیچاره بچه‌ش انتظاره قامتی 5 ساعت 3 شب شد و حالیم بداره تلفنش کشتگیه یا وابشه نمه برداره دکنجی کدن دوال تو دا دسته بلاماره دیلی مادر دتا پیش کفتسته یا مجاره جیگری لخلخ دا فیگر بچه جانم دکی جای روی جای نماز با عشق مادر زاره داره خداره نمیتم تاری موشه اگر کی بتنم دنیا را پیسری یگانه پتسن یک تا خودش دا اویله نصفی حیات به پدره کی گذشته غریبی ده حیات با چی روز آوردد کنی کو بگو برد کی جاشیده زبایی مادر بچم خوب گیره ایبرد من حیرانم کی مادر جان همی چیز سزاواره غمی پدریقه غم درد دا پشتش برداره او بخیری ای دردی تو با او خودش درد داره او با اومدی بچهش گفته دا اویله او سرداره وقتی ایامی پیری اساش مقامت برداره نکی افسوس کی آیله سرداری به سر داره ای مادر پیر نبود بلکی بغمی جوانی پیر بود پروستا زندگی تماما دا پالژنی مشکل بود هر یک گپی بلندش سنی مادر رنگی تیر بودی حیوان نمیدانست کی مادرش کسلی دیل بود چیخه درد آوره وقتی بالای درد آوره مادره کی گیش نمانده تره سر کده کاواره چیخه درد آوره مسوزی وقتی کی فرزند بدبخت طرفی مادری خود آواز میکنه بلند مادری پیری کی محتاج به گفتنی مادر جانه با تلواری جوان مردی حرامه تو حرام خاطیلی مادر شیدی آخری کرده وقتی داد زده سون گفتی ایستال تو گرفتی کرده افسوس نفقشم برآور داده که تو رفتی دقیقه غمش دادی دایی دنیای سرسختی مادری بیچاره همون زمان ملکه تمام کرد وقتی زنگ زده گفتنش که بیا بچه زندان ده دستکاش لرزید صورت گرفت ده دستاش گریه و ناله کرده مالی ده کشوده چشماش افسوس دیگه یاردم نکرد خطره هایی کرولال دیلش زد سکته ای دیل جان داده ده بخیده وال انشالله که هم اصلا فیزای با هم اینجا داریم و باردار و بار دیگه پاپرایز که خوش میکنم شما به کنکورسی که باری توصیه داده استیمتون همی کنکورسا در آمده دستگیری کردن کن بهت خوب میشه بهت مینت داریم و این همی کروگی که دستین ایام کنکورسای خدا منتنیگه باشه در پانوی خدا